سربازان جوان کشورمان پرتاب ضربه و گل حساب شده باشد بینندگان ارجمند شهرام سمیه تکرار این هجوم رو حالا خواهیم دید تغییرات های کرده در هیئت البته در جریان قسم دوم تاثیر خود را میرساند پرتاب به داخل جریمه‌گاه و ضربه اجرا کرده شهرام اینجا احمدانی کمال البته فلوچر سفرو در بازی گذشته با هجوم خیلی زیاد گذشته بود حالا یک پرتافی عالی و گل آفرین شهرام سمیه سیفای اشتباهی درباره کلمه احسن هم میرود خوب احسن در حقیقت عالی بازی بکرد هم منوچهر سفروف و هم شهرام سمیوف بار دیگر ببینید این یک معجزه است. ما خیلی هم یک دیگر فهمی کردیم همین با گفتی ذهنی رایم کار کردیم ما برای مخلصا خیلی هم تشکر میگیم این بازی بالای خیر بازی هم نه خوب در این سال شمرده میشون ما برای بازی آسیا پیشواز ما و پیش هم گفتنم که فقط زاد روز مادر است من مادرم تبریک میگم یعنی گلی که با دروازه تیم منتخب سوریه زدی با مادرم برای مادرم تشکر زیاد رحمان